خودروهای جهانی که فقط توی ایران پیدا میشن. این ماشینا رو فقط توی ایران میشه پیدا کرد، که یعنی خود کشور سازنده هم نداره جانم. نه ندارم، پشت برو. اولیش بنز کا500. این بنز خاص و منحصر به فرد فقط توی موزه خودروی ایران پیدا میشه و ظاهرا هدیه‌ای به رضا شاه بوده. جالب این ماشین توربو چارجر داشت و سرعت خارق العاده 160 کیلومتر در ساعت رو میرفته. بعدی این ماشینه که تنها خودرویی که در دنیا با همکاری 3 شرکت بنز، فولکس واگن و پورشه ساخته شده و هدیه صدر اعظم آلمان غربی آقای ویلی برانت به ولیعهد وقت ایران رضا پهلوی بوده. اسم این ماشین MPV تهرانه که سال 1351 وارد ایران شد. ماشین بعدی این کرایسلر خیلی خاصه که کا300، فقط یه دونه ازش تو دنیا هست. قسمت داخلیش هم آبطلا کار شده و دارای یه یخچالی که همزمان کولر هم هست. حتی طراحی بدنش رو هم ایتالیایی انجام دادن. این کرایسلر هدیه محمد رضا